و همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف، آمدی نوروز عجم را به هر یک شما مبارک باد میگویم و میخواهم که در این ایام نوروز برای تمام آن نفران میخواهم که همیشه در دست خود پول داشته باشند، کمپانی تازان آماده است که کارگران خود را جمع آوری کنند و به کار دعوت نماید و خودی اپای شکرانه بانو به آن نفران میخواهند که کار کنند و سوم کلان به دست بیارند دعوت میکند به کمپانی تازان. نگفته نماند که کمپانی تازان چگونه کار میکند. آن نفرانی که میخواهند کار کنند بل شما نمیسوزد، یعنی شما بال جمع آوری نمیکنید، یعنی شما بار نمیفروشید، شما مثل دیگر شرکت ها از پای شک نمیشوید و تنها چیکار میکنید؟ در 500 سامان شما بار خریداری میکنید و 2 نفر دیگر را رجیستراسیون میکنید و همین طور میشود که شما آیسته آیسته به بونوس کلان میگذارید. پس این بود معلومات مختصر درباره شرکت تازان. پس معلومات بیشتر را از خود اپای شکرانه بانو بگیرید، زنگ بزنید، نویسید و کار کنید. Появилась буквально ниоткуда и за год взорвала таджикский интернет. من توجیک زبان هستم، از توجیکستان هستم و مردمی خیلی به اندازه دوست می‌دارم. تا روزی هستم براشون سرودای خلقی برای مردم کلوب، بدخشان، زرافشان، سوغد و رشت، سرودهایی که از دل میبراید براشون هدیه کنم. البته برای اونها اینقدر مهنت و زحمت و سرودهای خلقی البته برای مردم توجیکستان هم است. تشکر زیاد، زنده باشین. نوروز یک بار دیگر مبارک.